علی کریمی نویسنده و تحلیلگر مسائل کردستان عراق از لندن با ماست و همینطور مهمت کوچ پژوهشگر مرکز مطالعات ایرانی آنکارا از همین شهر. آقای کوچ، حرف از این بود که گفتگوهای میان آمریکا و ترکیه جریان داره. الان که آقای ترامپ حرف از تهدید زده به معنای این است که این گفتگوها شکست خورده؟ خیر، اتفاقا آقای ترامپ این روش رو فقط در قبال ترکیه در پیش نگرفته، کلا رفتارش در عرصه بین الملل، در روابط بین الملل به همین شکل است. بنابراین خیلی تعجب آور نیست از این لحنی که به کار برده. اما گفتگوهایی که صورت گرفته ادامه داره و این حرفی که زده به نظر میرسه که یک گام به جلو یک گام به عقب است، چون تا کنون سالها پیش ترکیه از آمریکا و متحدین دیگر که ائتلافی که علیه داعش شکل گرفته بود خواسته بود که یک منطقه حائل و در درون مرزهای سوریه به عمق 30 تا 40 کیلومتری ایجاد بشه و این درخواست ترکیه تا کنون بی پاسخ مانده بود. و بعد از توییت آقای ترامپ متوجه شدیم که از یه طرف هرچند این لحن تهدیدآمیزی را به کار برده، ولی از اون طرف هم اون چیزی که ترکیه سالها به دنبالش بود پذیرفته و رسمیت بخشیده. بنابراین میتوان گفت که از این به بعد باید گفتگو را چگونه این برنامه اجرا بشه، عملی بشه، باید در همون راستا صورت بگیره. آقای کریمی، شما موافقین که نباید خیلی حرفای آقای ترامپ رو جدی گرفت؟ اخلاقش اینطوریه؟ به هر حال بذارید اول سلام عرض کنم به خدمت شما بینندگان عزیز و تبریک 10 ساله تلویزیون فارسی. ولی اینطوری نیست که یک کشور بزرگ مثل امریکا، خب درسته آقای ترامپ یک تفاوت‌های بسیار بزرگ و فاحشی داره با رئیس جمهورهای پیشین، ولی این بدین معنی نیست که تمام مؤسسات و دستگاه‌های سیاستگذاری امریکا همش در دست آقای ترامپ باشه و اینجوری که ایشون میگه یعنی اینا رو همه حرف مفت یا اینجور چیزا. نه، به نظر من آقای ترامپ دقیقاً میدونه چی میگه و آقای پومپئو و مشاورین مثل آقای بولتن و اینا فکر کنم اینطوری نیست که سیاست امریکا رو همینطوری بدن به باد نمیدونم چی و اینا. فکر کنم که آقای ترامپ خیلی خوب میدونه که ترکیه و سران ترکیه در اولین فرصت که کردها را تنها ببینن بهشون میزنن و بهشون حمله میکنن و امریکا و تمام کشورهای جهان خیلی خوب از سیاست‌های نژاد پرستی و سیاست‌های انکار ملت‌های دیگر خاورمیانه از طرف ترکیه آگاهند و میدونن که اگر یک قدرتی نباشه که اینها را پس برونه یا اینها را جلوی اونا را بگیره، اونا از هیچ حرکاتی واهی ندارن. همین 100 سال پیش بود که تمام ارمنها را قتل عام کردن. همین دیروز و پیروز بود که خودتون دیدید که در افرین و کوبانی چیکار کردن. به نظر من این حرف بسیار درسته آقای پومپئو و آقای ترامپ که وقتی اونا از خوب اونا میتونن برن بیرون دیگه تا ابد که در سوریه نمیمونن، ولی این که هشداری که دادن بسیار بجاست و باید ترکیه قبول کنه که دیگه چه که با آشتی و صلح با دیگر ملت‌های همسایه خود زندگی کنه. آقای کوچ، گفتید که آنچه ترکیه میخواسته بهش داده شده. ترکیه در اونجا دنبال چیه؟ ببینید آقای موسوی، من قبل از اینکه پاسخ شما را جواب بدم یه توضیح در رابطه با نظر آقای کریمی باید بگم. ایشون گفتن که ترکیه در صورت داشتن امکان بلا فاصله حمله میکنند و کردها را سرکوب میکنند. این حرف کاملا بی اساسه، چرا که وقتی کوبانی مورد حمله قرار گرفت و این ترکیه بود که بیش از 200,000 نفر از مردم کرد را در درون خودش جای داد، درها را باز کرد و اینا را اسکان داد و الانش هم این اسکان ادامه داره. بنابراین موضوعگیری ترکیه در قبال به هیچ وجه کردها نیست، در قبال شاخه PKK، یعنی یک گروه تروریستی هستی از طرف ترکیه سالهاست در حقیقت به عنوان گروه تروریستی شناخته میشه. بنابراین ما این چیزو نباید امر رو با هم قاطی کنیم. کردها
با PKK و PYD تکلیفشون کاملا جدا هستش. بسیار. برنامه بعدی که الان در پیش داریم با آمریکا، واقعیتش این است که ترکیه هم تجهیزات لازم هم نیروی لازم رو به منطقه اعزام کرده و مستقر کرده. اگه آمریکا کوتاه نمی آمد این حمله به هر صورت به خصوص از منبیج آغاز می شد، چون خیلی وقت پیش ترکیه اعلام کرده بود که به هیچ عنوان اجازه ورود، اجازه عبور نیروهای PYD از به غرب فرات رو نخواهد داد. آمریکایی هم اعلام کردند که از اون منطقه بعد از مدتی عقب نشینی خواهند کرد و اینها را به شرق فرات رانده خواهند داد، ولی متاسفانه این کار رو نکرد. بعد از فشارهای ترکیه بود که اعزام نیرو و تجهیزات نظامی سنگینی بود که آمریکا کوتاه اومده و الان با برنامه ترکیه داره به نحوی خودشو تلفیق میده. آقای کریمی، اونطور که آقای کوچ میگن آمریکا کوتاه اومده؟ کوتاه اومده نموده، اصلا موزل نیست، اصلا بحث نیست در این فاصله، در این میاد. در این میاد اونی که بسیار بسیار مهمه اینه که هم امریکا و هم جهان میدونه که ما در خاورمیانه با قدرتی مثل ترکیه همه در خطرن. همه کشورهای دور بر ترکیه، حتی خود ایران از یه سابقه بسیار تاریخی داره، حتی عراق، حتی کردها که میدونیم که 20 میلیون کرد در خود ترکیه هیچ حقوقی ندارن. میدونیم که در ترکیه روزانه بسیاری از فعالین سیاسی در زندان هستند، حتی خبرنگاران خارجی در زندان هستند. به محض اینکه از کرد صحبتی بشه اونها را به زندانهای ترکیه میبرن. به نظر من وقتی این رسیده که اتفاقا آقای ترامپ خوب اشاره کرده و به جای بسیار شکننده ترکیه زده که در مورد اقتصاد ترکیه است. اگر ترکیه 2 دهه قبل که در چنان وضع بحرانی بود ولی بعد به دلیل رویدادهای دولت عراق و سرنگونی صدام حسین و دولت اقلیم کردستان معاملات بسیار بزرگ تجاری از حدود 15 تا 20 میلیارد دلاری را درست شد، امروز اگر ترکیه به این سیاست‌های خودش، همین دیروز و پریروز بود که وضع لیر ترکیه به وضع تومن ایرانی در اومد. این بسیار بسیار خطرناکه. بهتره برای حفظ امنیت و آسایش ملت ترکیه آقای اردوغان به آشتی و صلح بپردازه با تمام همسایه ها و به خصوص کردهای خود ترکیه و کردهای سوریه. آقای کوچ، در این اختلاف نظرهایی که بین ترکیه و آمریکا بر سر کردها پیش اومده، به نظر میاد که دولت ایران گهگداری هم البته دولت روسیه و همینطور دولت بشار اسد رضایت خودشون رو پنهان نمی کنن یا در بعضی از موارد به نظر میاد که کنار نشستن نظاره میکنند. آیا میتونن از این وضعیت بهره برداری کنند؟ ببینید آقای موسوی، مسئله کرد و کردستان بعد از تأسیس جمهوری برای مدت طولانی به صورت یک معضل لاینحل باقی مانده بود برای ترکیه. آقای کریمی به موضوع اشاره کرد که الان باید توضیح بدم، هم به پاسخ شما هم به توضیحات ایشون، که ایشون نشون میده که با واقعیت‌های ترکیه آشنایی ندارن، به خصوص برای این سالهای اخیر تحولاتی که در سالهای اخیر اتفاق افتاده. حزب عدالت توسعه روند صلح رو آغاز کرده بود و برای پایان دادن به این معضل، به این مشکل، خود PKK بود که کنار نیومد. به جای اینکه نیروهاش رو از مرزهای ترکیه خارج کنه با اسلحه‌هاشون، داشت شهرها را مسلح میکرد که بعدا متوجه شدیم که باعث درگیری در داخل خود شهرها شد که الان کاملا در حال تصفیه هستش. اینکه ترکیه حقوق کردها را به رسمیت نمیشناسه یا نمیدونم سایر کوچکترین حقوق اینا در نظر نمیگیره، هیچ گونه واقعیت رو نشون نمیده. بله، هم آمریکا هم روسیه همینطور اسرائیل یا کشورهای دیگه همسایه از این وضعیت به نحوی جهت تضعیف موقعیت منطقه‌ای ترکیه و سیاست‌های ترکیه دارن بهره برداری میکنن. این واقعیته. این بله. خب آقای کریمی، شما پاسختون رو بگید به حرفای آقای کوچ که ایشون نظر شما رو نقد کردند.
من احساس کردم که با انسان آکادمی و انسانی آگاه و محلل در گفتگو هستم. من به خب البته آقای کریمی سعی کنید که بحث رو شخصی نکنید. بفرمایید پاسختون رو بگید. و این 2 دفعه هم جواب ندادم، ولی حقیقت اینه که همه میدونن، تمام جهان میدونه که حقوق کردها در خود ترکیه پایمال شده. حدود 100 سال است که این کردها به ترکای کوهی معرفی شدند و حتی زبان کردی ممنوع بوده است. این که آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه رفرم هایی کردن، خب در 2 دهه گذشته همه ازش استقبال کردن. حتی PKK چند دفعه یک طرفه آتش‌بس اعلام کرد. این که سیاست 7 سال قبل آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه، خب همه میدونیم که بسیار خوب بود و همه امید بزرگتری به ترکیه درست شد و به ترکیه داشتیم، ولی ناگهان غرور و تکبر و جهانگشایی و عثمانی بودن ترکیه و با این تئوری هایی که آقای داود اغلو درست کرد و بعدن آقای اردوغان، این عظمت طلبی، خب همه چیزو به هم زد. ممنونم از علی کریمی، نویسنده و تحلیلگر مسائل کردستان از لندن، و همینطور مهمت کوچ، پژوهشگر مرکز مطالعات ایرانی آنکارا از همین شهر. موضوع البته جنجال برانگیز، ابعاد ماجرا هم بیشمار. انشالله در فرصت‌های بعدی باز هم به این موضوع باز خواهیم گشت و این بحث‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.